ساعت 12:16 شبه. هیچ کی پر نمیزنه تو دانشگاه. من پیتزا خریدم. لامصب چقدر سبوکه. حالا بریم که راهو بهتون نشون بدم که چقدر خلوته. من یه کاری که کردم مثل همیشه که غذا می‌خریدم دیگه همون آدرس رو انتخاب کردم. دیگه دوباره چکش نکردم ببینم که آدرسش درسته، جابجا نشده باشه. دوباره همون رو تایید کردم. تاییدش که کردم اومده اصلا یه قسمت دیگه از دانشگاه، یعنی اومده در شرقی. ما سمت جنوبیم، این در شرقیه و یک عالمه راهه. نزدیک 20 دقیقه تو راهی فقط، تازه با موتور. هیچ کس هم نیست، هیچ کس نیست. حالا نونت کم بود، آبت کم، دختر جان پیتزا خوردن نصف شب چی بود؟ بچه یک صدا اومد از اون ور. یک صدا دیگه اومد.